خبری رادیو آزادی را مستقیما نشر پرگا تقدیم میکنیم. سرخط موضوعهای مهم: خویش و اقربای سرباز مسئول قتل همخدمتش از نزدیکان احسان الچیبکوف معذرت خواستند. قسمتی همین روز ازل همین کشیدگی بوده. ما همین پیشی پدر مادر چیزی همین آدم چی این فرزند او فرزند هر جور فرزندی ما هست. وکیلان مردمی برای ساختمان نیروگاه روغون نشر وکسل به مبلغ 530 میلیون سومانی را تصویب کردند. و مشتریان میگویند در دوشنبه نرخ کارتوشکا پایین‌تر شده است ولی هنوز هم گرانی میکند. ارزانتر باشد مردم خریداری با بسیارتر میکنن برای که چنین ضرورتشون میخرن نرخ خیلی گران است. در جنوب تاجیکستان ریزش ارچ به ساکنان ضرر رسانده است. بر اثر این آفت طبیعی در دهه پرور جماعتی یول نوحه شمس‌الدین شاهین 5 خانه کاملا ویران شده، حدود 20 منزل قسما آسیب دیدند. محمد قاسم رشیدов رئیس دهه پرور گفت ارچ شب گذشته در پی بریدن ژاله فرآمد. به گفته این مسئول محلی در حال حاضر مقامات نوحه از این حادثه خبردار کرده شدند. برخی ساکنان میگویند در پی این حادثه چوروای آنها نیز تلف یافته است. همچنین ریزش ارچ راههای دهه به سوی مرکزی نوحه را ولنگار نموده حرکت ماشین ها در این مسیر را ناممکن کرد. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه در مرگ سرباز احسان الچیبکوف 3 نفر را گناهکار دانست و روانه زندان کرد. احسان 19 ساله همگی بعد از 8 ماه خدمت در زمستان امسال به طور مرموز درگذشت. نزدیکان سربازی هلاک شده به حادثه مرگ طبیعی او شبهه کرده مجازات عاملان را طلب نموده بودند. همکاران ما در اعلان حکم گناهکاران شرکت داشتند. امروز دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه نسبت یک سرباز و 2 افسر که در مرگ احسان الچیبکوف سرباز قسم نظامی 06870 متهم شدند حکم اعلان کرد. به این ترتیب اسایف سید جان برای 12 سال و افسران سعدالله سید احمدوف و عزت الله احمدوف برای 1 سالی از آزادی محروم شدند. هر 3 متهم هنگام سخن آخرینشان خود را گناهکار حساب کرده از کردار خود اظهار پشیمانی کردند. سیاد جان اسایف که در کشته شدن احسان الچیبکوف متهم دانسته شده است از والدین این سرباز مرحوم عذرخواهی کرد. او گفت هر یک انسان خطا میکند، التماس مرا ببخشید. افسران عزت الله احمدوف و سید محمد سعدالله‌اف ضمن ارائه سخن آخرین با تاکید بر این که بار اول کردار جنایی کرده اند از دادرس خواهش کردند که نسبت آنها جزای غیر حبسی تعیین کند. این افسران تاکید کردند که صاحب فرزند بوده در چاره‌بینی‌های نظامی اشتراک فعال داشتند. در همین حال حسن اسایف عمک سیاد جان اسایف در صحبت با رادیو آزادی گفت حکم دادگاه نسبت برادرزاده او زیاد صادر شده است. او میگوید سیاد جان مقصد کشتن احسان الچیبکوف را نداشته است. برای که این فوق‌العاده روی داده بازی قطعی همین روی داده است. همین قسمتی همین روز ازل همین کشیدگی بوده. ما همین پیشی پدر مادر چیزی همین آدم چی این فرزند او فرزند هر جور فرزندی ما هست. این خویش سیاد جان اسایف سرباز متهم میگوید نیت شکایتی کساتسیونی ندارد. امیدوار زیاد داشت که من و خدمت کنم بعد او و این بخونم افسر شدنی بود. نیکه قسمت آورد این روز تو شد. احسان الچیبکوف 19 ساله روز 16 فوریه امسال به طور مرموز درگذشت و جسد او را روز 21 فوریه به والدانش در دهه بغوی ناحیه روشان ولایت بدخشان سپردند. مرگ سربازان در قسم‌های نظامی یکی از مشکل‌های عمده باقی مانده است. دفتر آزادی‌های شهروندی از سال 2014 به این سو 8 حادثه کشته شدن سربازان را به قید گرفته است. سیف سفر، فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر دوشنبه. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. فرانسه تمام نیروهای امنیتی و از جمله واحدهای خاص را برای تامین امنیتی انتخابات پرزیدنتی این کشور سفربر کرده است. بعد حمله شب پنجشنبه که باعث قتل 1 افسر پلیس و جراحت 2 نفر دیگر شد، وزیر امور داخلی فرانسه برنار کازینف گفت 50,000 افسر و سرباز با اجرای این وظیفه شروع کردند. در این باره همکارمان خورشیدی همدم تفصیلات می‌دهد. مقامات فرانسه میگویند بر اثر تیرپرانی شب پنجشنبه در مرکز پایتخت این کشور 1 افسر پلیس به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت امور داخلی فرانسه پیر انری برانده با خبرنگاران محلی گفت که در تبادل آتش سلاح به دست 1 افسر را کشت ولی خودش نیز هلاک شد.
شاهدان حادثه میگویند سیلابدست از ماشینش بیرون شده افسرانی را که در نزد یک فروشگاه می ایستادند هدف آتش قرار داد. آنها می افزایند که سیلابدست یک افسر را کشته 2 نفر دیگر را مجروح کرد ولی خود او هم با آتش جوابی پلیس به قتل رسید. گروه دهشت افکن دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفته است. در پی تیرپرانی کوچه مرکزی شمس الیزه بسته شد و چرخبال‌ها نظارت مرکزی پاریژ را شروع کردند. کاروان ماشین‌های پلیس به منطقه رسیدند مردم را از مکان برخورد بیرون کردند. من تیرپرانی را نشنیدم. ناگهان مشتریان خوراکخوری را پرتافته در آشپزخانه جمع شدند. هیچ کس نمیفهمید که چه اتفاق افتاده است. بعد فهمیدم که در کوچه روبرویمان تیرپرانی جای داشته است. آشپز میگوید که حالا وضع آرام شد و پلیس به مشتریان اجازت داد که آشخانه را ترک کنند. در فرانسه نگرانی‌های امنیتی روز سه‌شنبه بعد بازداشت 2 نفر متهم به تعرضی حمله در دور اول انتخابات پرزیدنتی این کشور افزایش یافت. روز یکشنبه رای دهندگان فرانسه در انتخابات رئیس جمهوری آواز خواهند داد. نظر میاندازیم به قزاقستان. هفته روان نورسلطان نظربایف از روحانیان کشور خواست که در برابر اطاعت و عبادت عنعنه‌های ملی را نیز حفظ نمایند. رئیس جمهور قزاقستان با تاکید بر ریش بی‌ترتیبی جوانان و لباس سیاه زنان در این کشور طلب نمود که به رشد عنصرهای فرهنگ بیگانه اجازت دادن نشود. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از شیم کوتاه و ریش دراز جوانان و حجاب سیاه دختران در این کشور به شدت انتقاد کرده آن را خلاف فرهنگ مردم نامید. وی روز 19 اپریل در صحبت با نمایندگان دین در آستانه گفت به هیچ وجه به چنین بیگانه پرستی در قزاقستان راه نخواهد داد. پرزیدنت قزاقستان بیسوادی جوانها را دلیل این وضع ارزیابی کرد. او گفت اگر جوانان بر رویه‌های بیگانه رو آورند با دولت چی خواهد شد؟ دولت باید دنیوی باشد و پیش رود. نورسلطان نظربایف در ادامه این صحبت از افزایش صف زنان سیاه‌پوش هم نگرانی کرد و گفت چون این سر و لباس موافق با عنعنه‌های مردم نیست، در حالی که به قول او قزاق‌ها تنها در روز ماتم لباس سیاه به بر می‌کنند. و گفت مسلمانی واقعی نه از روی لباس بلکه با زیبایی باطنی فرق می‌کند. در همین حال در توجیکستان مقامات چند سال باز برای از بین بردن لباس‌های به قبل آنها بیگانه و به ترتیب درآوردن ریش جوانان مبارزه می‌برند. هنوز در سال 2015 پرزیدنت امام علی رحمان در صحبت با فعال زنان موضوع تقلیدکاری را مطرح نموده بود. آینده آن مادران و آن دختران تاجیکی که گویم که تقلیدکاری، سیاه‌پوشی و دیگر لباس‌های بیگانه سر کار دارند دانند که روزی میرسد بدبختی به سر ملت می آید. اول شما سوال و جوابش جواب میدید. برنامه را ادامه میدیم. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان توجیکستان امروز 21 اپریل قرار امام علی رحمان رئیس حکومت را در مورد نشر وکسل ها برای مبلغ گذاری نیروگاه راغون تصویب کرد. بر پایه این قرار حکومت وزارت مالیه به مبلغ 530 میلیون دلار وکسل نشر میکند. این وکسل ها با بهره سالانه 2% و گردش 5 ساله از سوی بانک ملی خریداری شده. مبلغ آن برای ساختمان نیروگاه راغون روانه می شود. همکارم میرزا نبی خالقزاد امروز در پارلمان جریان تصویب شدن این قرار را مشاهده کرد. امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان 8 مسئله را در اجلاس نوبتی خود مورد بررسی قرار داد که از جمله یکی از این مسئله های مهم این عاید به پیشنهاد حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولت جمهوری تاجیکستان جهت مبلغ گذاری ساحه انرژتیک تاجیکستان می باشد که از طرف معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نور محمدیان مورد ارائه قرار گرفت و بر اساس این حکومت تاجیکستان در حجم 530 میلیون سامانی وکسل ها یا کاغذ های قیمتناک را به فروش خواهد برآورد و مبلغی که در حساب در عوض این فروش به دست می آید به ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون صرف خواهد شد و در مورد مکانیزم فروش آن معاون وزیر مالی تاجیکستان جمشید نور محمدیان گفت که وقتی که این وکسل های مقصدناک به فروش گذاشته می شوند آن را شرکت ها و افراد عادی تاجیکستان یا صاحبکاران می توانند خریداری کنند و این مبلغ در بانک ملی حفظ می شود و از بانک ملی تاجیکستان به نیروگاه آبی و برقی راغون انتقال داده می شود.
وقتی که ماس سخن درباره قواعد قیمتناک دولتی می رود یعنی که اینجا علاقه این معنایش همین است که تمامی حقوق و عهده‌داری ها نسبت همین قواعد قیمتناک ماس به دولت است. طور اقتصاددان های تاجیک میگویند با این رای با این نحوه مبلغ گذاری کردن راغون میتواند جریان ساختمان آن را تیزاند. از بس که راغون اساساً شرکت سهامی است که در آن سهمیه شماره زیاد از همه زیادی سهمیه‌ها با حکومت جمهوری تاجیکستان داخل دارند، بنابراین وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان از نام حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکند و راغون را با همین راه مبلغ گذاری می‌کند. دولت تاجیکستان در سال گذشته برای نیروگاه راغون معرکه فروش سهمیه ها را راه اندازی کرده بود. در معرکه پر سر و صدای فروش سهمیه های راغون سال 2009 به مبلغ 900 میلیون سامانی به قرب آن دوره 180 میلیون دلار جمع کرده شد و در بانک های کشور نگهداری می شود. اما وکسل های دولتی به فرق از سهمیه ها ناوابسته به درآمدناکی شرکت و یا نیروگاه برای مالکانشان سود می آورد، چون که دولت درآمدناکی آن را کفالت می دهد. میرزا نبی خالقزاد، شادمانی یتیم، رادیو آزادی، دوشنبه. در چند روز پیش یک بار بالا رفتن قیمت کارتوشکا در بازارهای تاجیکستان میان خریداران یک نو هنگامه را به میان آورد، اما خبرنگاران ما میگویند حالا نرخ نسبتاً پایین‌تر آمده است. با وجود آنکه کارتوشکا یکی از محصولات اصلی استعمالی در کشور است، اما تاجیکستان تاکنون برای تامین اهالی با آن خودکفا نیست. وابستگی از پاکستان سال چند بار در بازارهای کشور بحران کارتوشکا را به عمل می‌آورد. همکاران ما چون و چرای این موضوع را تحقیق کردند. هنگامه بالا رفتن قیمت کارتوشکا در دوشنبه با پایین آمدن نرخ در بازارها فرو نشست. در چند روز گذشته نرخ کارتوشکا در بازارها از 1 سامانی و 75 دیرم یک بار تا به 5 سامانی رسید. مردم مجبور شدند به صرفه‌جویی بیشتر بگذرند. 1 سوم 75 امروز 10 کیلو می‌خریدیم، 5 کیلو می‌خریدیم، امروز همین 4 کیلو 3 کیلو. اکنون در دوشنبه تاجران 1 کیلو کارتوشکا را تا 3 سامانی و 60 دیرم می‌فروشند و نرخ در مقایسه با روزهای پیش رو به پایین روی دارد. 380 بود، 360 شد، 350 نرخ خیلی ارزان شده است نسبت به پیشترها. کارتوشکا را در تاجیکستان نان دوم مینامند و از محصولات اصلی سبد استعمالی مردم است. تاجران میگویند همین 3 سامانی و 60 دیرم نیز برای مردم گرانی میکند. نه ارزانتر باشد مردم خریداری با بسیارتر میکنن، برای که چنین ضرورتشون میخرازی نرخ خیلی گران است. تاجیکستان سالانه به 1 میلیون تن کارتوشکا احتیاج دارد. سال 2016 در کشور 898 هزار تن جمع آوردند، بقیه را باید از خارج میخریدند. پاکستان از کشورهای اساسی وارد کننده کارتوشکا به بازارهای تاجیکستان به حساب می رود که نارسایی این محصولات را جبران می کند. یک هفته اخیر واردات کارتوشکا به دوشنبه کاهش یافت و پیشنهادی کم یک بار از سبب بالا رفتن قیمت ها شد. کارتوشکای مصرفی است، کارتوشکای پاکستان واردات در اینجا میشه. نرخ از اون سبب که راه محکم بود، از دو طرف این طرف ترمخ اومدگی بود، این حساب نرخ بالا رفته بود. پاکستان به سبب امنیتی بیشتر از 1 ماه مرز خود را به افغانستان بست و کارتوشکای دهقانان مصرفی نیز به پایتخت نرسید. با قول تاجران اکنون باران پسی سر شد، چون آنها در انبارهایشان به قدر کافی کارتوشکا ذخیره کردند. مقصد محصولات در اومده است را اویش دگیه سوسو محصولات نو برام است میسود. مقامات ازبکستان جسد اصلیدین شویمов ساکن دهه شلوم ناحیه ترسونزاده را به جانب تاجیکستان برگرداندند و روز جمعه در قبرستان این دهه به خاک سپرده شده بود. قبلا همکاران ما در رابطه با این چوپانی کشته شده گزارشی با تفصیل نوشته بودند و شما می توانید تفصیلات این خبر و گزارش مفصل را در سامانه ما تماشا کنید. اینجا برنامه امروز رو انجام میدیم. اگر میل خوندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامانه azadi.org، صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید و برایتان استراحت با فراغت میخواهیم. خدا نگهداری هر یک شما.